بانک روسیه در حسابات سالانش خبر داد که سال 2021 از روسیه به تاجیکستان و اساساً از جانب مهاجران تاجیک 1.8 میلیارد دلار پول فرستاده شده است. این نظر به 1 میلیارد و 741 میلیون دلار سال 2020 حدود 59 میلیون دلار بیشتر، ولی نظر به 12.5 میلیارد سال 2019 آخرین سال قبل از پاندمی بیش از 700 میلیون دلار کمتر است. ولی بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی روسیه، تاجیکستان از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه در سال 2021 در بین کشورهای اسنگ تنها در مقام سوم قرار دارد. حسمه بیشتر سال گذشته از روسیه به ازبکستان 5 میلیارد و 532 میلیون دلار پول فرستادند. در جای دوم باز یک کشور دیگر مهاجر فرست آسیای مرکزی قرقیزستان ایستاده است که در یک سال از روسیه و نیز اساساً با شرافت مهاجرانش 2 میلیارد و 131 میلیون دلار پول دریافت کرده است. در عموم به ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان در یک سال از روسیه قریب 9.5 میلیارد دلار پول رفته است. این 96% از 9.9 میلیارد دلار است که سال 2021 از روسیه به تمام کشورهای آسیای مرکزی ارسال شده است و 73% از نزدیک 13 میلیارد دلار در طول سال از روسیه به تمام کشورهای اسنگ ارسال شده است. برای این سه کشور مهاجر فرست آسیای مرکزی پولهایی که مهاجرانشون از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تامین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود. سال 2020 از روسیه به ازبکستان 4.4 میلیارد و به قرقیزستان قریب برابر تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار پول ارسال شده بود. ولی معلوم می شود که انتقال پول به کشورهای اسنگ منابع اساسی تامین بازار روسیه با نیروی کاری در حجم عمومی انتقال پول از این کشور نقش ناچیزی داشته است. در عموم در سال 2021 از روسیه به خارج 43 میلیارد و 931 میلیون دلار فرستادند که از آن تنها نزدیک 12.8 میلیاردش به کشورهای اسنگ و بیش از 31 میلیارد باقی ماندهش به کشورهای خارجی دور و اساساً به غرب رفته است.